هلو گایز، چطوری بچه؟ خوش اومدیم به ویدیو دوم تریلی. اسمشو باز نتونستم، ولی حتما ویدیو بعدی براتون میگیرم. ببخشید دستی شد، میدونین یکم سخت رانندگیش، ولی به خاطر شماها قبول کردم. ببینم میتونم رانندگی کنم باشه. میزنم تریلیو به فاک میدم. خب بریم اول ببینم این چیز میزا ایناشو درست کنم با دستم، بعد با دست رانندگی میکنم. خب ایناشو درست کنم با دست میرم. 100% 100,000 اسمشو براتون چیز میکنم ویدیو بعدی. ببخشید متاسفم بابت اینکه ویدیو نتونستم براتون اسمشو بگم. حتما بعد اینکه این ویدیو تموم بشه 100% براتون میگیرم، میگم اسمش چیه. شاید بعضی اون داشته باشینش. بخواد من یه تریلی جدید میخوام جدید براتون بذارم، ولی بعد این به امیرعلی گفتم به باد میریم. خدا فقط خدا کنه تصادف نکنیم. اینا گذاشتیم، اینو الان بذاریم فقط با دستم بهش عادت کنه بچه ها. الان عادت شاید بتونم به این دستم کم عادت کنم. امیلی بیا به بچه ها بگو. اول میخوام اینو بچینم بعد با دستم میرم. صحبت بخواه میخوام اول چیزینه ماشینه رو بچینم بعد خیلی راحت تره. آره خودم گفتم به بچه ها، گفتم اسمشم بهتون میگم، فقط این پارتو یادم رفت. اسم تریلیه رو اسمش رو من نمیدونم. آره این بود ماشین چیز باشه. سیاهی که هم واسه بچه ها تکراری شده. زردم که نه. ها راسته این پارت دومشه درسته؟ بله بعد چیزش رو تغییر دادی تریلیش درسته؟ آره اسکانیاش کردم. این گفتم بچه‌ها سوپراس کنم. قبلی اون چیزی بود، اون پایین تریلی بود، اسمشو نمیدونم. بله برو نو بزن. حالا برو وسطیه نو بزن. حالا اون حالا این حالا ماشاءالله. خب یکم رانندگی باهاش سخت. یا علی بریم که به باد بریم. بچه خوشون میدونه لازم نبود همین زیرا برام میریزی؟ نه اما خدر میدم احتمالا بچه ها یکم با عادت کنم با دستی. اون الان هر کلیپه ببینی خب آره ماشین سواری کنه، کامل سواری کنه، با این کار میکنه خب همین همین زد در دیوار آورد پایین. اینقدر زد بابا این خواهی نمیتونه یا نه آقا فرام واسه روز بشه روز نمیشه. بگو چیکار کرد فرام؟ یه زامبی اومد خب چیز کلاه و لباس طلایی داشت. تعریف نکن بچه‌شون مال تو رو ببین. نکن میگم بهشون نگو، شاید بچه‌ها بیان هم مال تو رو هم مال من. من کانال تو رو گذاشتم بهشونم گفتم طرف داری میگیره کانالش هم اینجا میذاره بیدت کنش گفتم منو ولی فکر نکن حتی روز. خب میدونی میخوام چیکار کنم؟ بله میخوام
این تیکش وقتی از باره رو بس میکنم وسیش کنم چون که سخت بقیهش رو با دسته. خب بارشی ببریم. این نبته خوبه. نظر شما چه؟ روحش هم خوب برده. خب بیاییم بر همینش گفتم باره رو بس کنم یه با دسته باره با دست فرمانش سخت کنیم چی برسیم یا الله بچه ها بگیم فقط به باد نریم صلوات بچه سخت این بچه ها سختی رانندگی بود باش سخت رو خاموشش کنیم همون با دست خالی بریم بس بزنیم خاموش کنم با دست رانندگیون بریم عملی دسته رو خاموش کردم با دست میرم با دست خیلی بهتره دست سخته سورپرایز دوم من دلی اسکانیا بود همون شهرستان فقط چیزش صبح باز شب می آوردش هم بی قاطی کرده اون به نظرم این زمین اول خیلی از همشون بهتر زمین اول بعدا نیست میگم از همشون بهتره شیشم بعدی که قرار براتون بذارم میخوام یه راه زیاد براتون شاید ویدیو رو دو پارت
بد شد هوا بشنیم الان بارون میباره نمیدونم هوا بده بزنیمش بارون من از سری رنو خوشم میاد و ولوو با افاش 500 این دوتا تیلی خیلی دوست دارم و دافم دوست دارم چه سبقتی تیز یه کم داره ساعت و میشه ساعت اینطور میخواستیم با دستتون زود رانی کنیم انقدر بپیچیم همون اول بار رو باد میرفتیم چه میگه بهش بگو فقط نمیدی فکر کن این همه راهش پیچیه فکر میخواستیم با این بریم با دسته این راه رو بریم چه خبر از اون وریا خبر بده خراب بده استودیو یا بر عجیب بارون فعلا نباده ساعت 2 دقیقه 3 دقیقه دیگه خلاص ببخشید دستم روشو میگیره اگر اونطور نبود با دسته میتونستم براتون بازی کنم ولی نمیشه بعضی از بازی ها میشن بعضی ها نمیشن قرار بازی براتون زیاد بذاریم از گیم زیاد چی شد؟ چرا نمیده؟ بعدها براتون تریا رو میاریم تونلی بس تونل سنده چرا صد تا نتونستم رو بگیرم من همون دوتا کورس با هم گذاشتم هوا بهتر شد من فکر کنم فقط ابریشی چی داشتم فازش باید نیست هوا چی بسته است بس چیه؟ سالا قرمه نه حالا چرا هرس میخوری انقدر؟ خب شاید باید صداشو درست کنی
مگه مال خوب مگه تو نداشتی؟ مگه تو نداری؟ از مال گوشیت استفاده نکردی؟ خب بابا میگم اب نداره بذار دو ویدیو یا یه ویدیو اول بدون صدا باشه بعد صدا دارش میکنیم میگم میدونم تو الان داری حرف میزنی صدات نبود چی میدونم صدات نبود کجا نبود تو الان من رفتم ویدیو نگاه کردم خب الان تو داری حرف میزنی خب آره ویدیو تموم شد اصلا هیچ خبری از صدات نبود فقط اینطوری بودی داره راست میگه نمیدونم اصلا مال من هست شاید اون دکمه رو فعال نکردیم فعالش یعنی چی نگاه چه شانسی وای داری تو هیچ کدومی صدا نبود فقط صدای من که رفته بود داره گفتم بارون میباره بچه صدا نمیاد صدای اون بود اونی که نمیاد صدا اونی که نمیاد اونی که با ماینکرافت گرفته داره صداش نمیاد فعالش میکنم اگه فعالش کنه صداش بیاد یعنی فهم چیزی الان برو ویدیو نمیدونم اینجوری راست میگه نه میگم مال منم اینطوریه یا نه چی شد دارم بین داره کلن بی صداست الان این صدای خودم مثل صدای بازی هست باید فعالش کنم فعالش نکرد
بذار من هستم ولی واسه تو ویدیو خب الان صدای ما رفته است. صدای خودمون قطعا باید باشه نه مال من اون دو گزینه است. مال من از بچه ما به پاک نرفتیم. بچه ها ما به پاک نرفتیم. گوشناس فقط فکر کنم به پاک نمیدونم خداییش. اب نداره برو از اول کن. آره با اینم راه نمیرن انقدر احمقن. شیشه بزن بارون میباره. شیشه بزن چا اینم از امیرعلی که ویدیوش خراب شده دیگه. ویدیو به وجود نداره. دوست نداشت ویدیوش بره. الان باید دارم از اول شب بگیر یک شب خب بخواد از الان برو از اول بگیر. چیه الان با خودم بل ندارم گوشی منو بس اجار میدارم. چند تا ویدیو گرفتی؟ چند تا گرفتی؟ آرازی فرم این خوشحالی کارش اولش اینطوری میکنه آره و اینطوری میکنه. شد بچه ها امیرعلی هم که رید متاسفانه چی بگم امیرعلی اب نداره. چطور صدای خودتو نزدی؟ من نمیدونستم. به نظر تو بشه چیز که هم بکنی؟ ویدیوت کی تموم شد تو؟ من اون ویدیو اولم تموم شده نه فعلا دارم میرسم. این خیلی بیشتر بوده. یه تونل دیگه بچه ها رسما فهمیدم که اینجا جاده سنندجی. بارون تموم شد و ریده تو ماشینه. راه مانده دیگه رسید.
خدای واسه ماینکرافت زحمت کشید بچه‌ها. ولی خب منم براتون ویدیو ماینکرافت 100% میذارم. امشب فردا پس بدونید علی رفتن تو هم. بیا 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 نگاه 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 رفتن تو هم. وای وای من اونم هر دوشون کورمون بودن. وقتی آدم خیلی کوره %100 ماینکرافت رو امشب دوستش کنم براتون میذارم هر چی که بخواید. واقعا بچه‌ها یادمه لایک یادتون نره. ویدیوهای زیادی قرار براتون بذارم. امیری خوب به فاک رفتیم سوتی دادی من دلم تریه ولی خوبه. من اون چقدر باران میباره آقا. یا علی این ما رو با این باران دیوانه کرد. میشه فک اونو ببری. گفتی ماشینش پیش پارس بود؟ آره؟ من کنتر اول اینطوری میومد بیرون بعد میرفت بالا. اینطوری هم نمیرفت بالا. کامل اینطوری. جدی؟ اینطوری. بعد اینقدر کوچولو نبودم. اندازه گوشی بود. از گوشی من لنکوز جوش دارم دقیقا همون در ایناش هم باز میشه. صندوق باز میشه راستی؟ آره صندوق کابوت همه دراش بوغ هم میزنه. سفیده مالا دانیال چه سفید نبخشید رنجوبرش کار کردن. بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی بای بای.